من تو بچگی با خیلی از گیم‌های مختلف خاطره دارم و بعضیشون رو واقعا اسمشون رو نمی‌دونستم، چون به هر حال بچه بودیم و زبان انگلیسی که بلد نبودیم بدونیم چیه. این گیمی هم که دارم ازش حرف میزنم برای کنسول و پی سی نبود، بلکه برای گوشی بود و شاید باورتون نشه، ولی اونقدر این گیمو دوست داشتم تو بچگی که مامان بابام از ترس خراب شدن گوشیشون پاکش کردن. و خب یه تجربه خیلی تلخ از خاطرات بچگیم بود، چون واقعا می‌خواستم تمامش کنم و حتی برای بازی یه داستان خیالی هم ساخته بودم. به هر حال بعد چندین سال خواستم بگردم و پیداش کنم و دوباره بازیش کنم و تنها چیزایی که خوب یادم مونده بود این بود که تو گوشی نوکیا بود و یه گیم گلفی بود که تو باغ وحش جریان داشت. پس با جزئیاتی که میدونستم شروع کردم به گوگل کردن این کلمات گلف، زو، جاوا، گیم و با همون کلمات کلیدی با اولین سرچ تونستم پیداش کنم و اسمش کریزی مینی گلف زو بود. ولی خب بعد دانلود کردنش یه مشکل بزرگی وجود داشت. گیم خب جاوا بود و منم گوشی اندرویدی داشتم، پس رفتم دنبال یه شبیه ساز گیمای جاوا بگردم که تونستم جیتونی لودر رو پیدا کنم که به بهترین نحو میتونه گیمای جاوا رو اجرا کنه. البته که با کیبورد اصلیش حال نکردم و با تنظیماتش یکم شخصی سازیش کردم و خوبی این شبیه ساز اینه که چند تا صفحه کلید از پیش تعیین شده داره که واقعا کار آدمو راحت میکنه. بعد پیدا کردن چیزی که میخواستم گیم راحت شده بود و به قولی پلیبل شده بود. حالا که تونستم دوباره این بازی رو تجربهش کنم واقعا حس خیلی خوبی داشتم. یکم اولش سخت و عجیب بود چون تجربه بازی روی صفحه کلید دکمه‌ای با لمسی خیلی متفاوته، ولی بهش عادت کردم. شاید الان با خودتون بگید واقعا چجوری این گیم رو با این گرافیک تحمل میکنه، که باید بگم مشکل گرافیکش نیست، مشکل کنترلاشه. البته که من کلا عاشق گیم‌های قدیمی ام، به خصوص سری مکس پین و متال گیر. این وسط هم یه سری باگ پیدا کردم تو بازی که یادم نمونده بود باگن داشته بازیش. به هر حال اگه خواستید دنبال گیم‌های قدیمی که دوستشون داشتید بگردید، شاید شما بتونید از این راه گیم مورد علاقتون رو پیدا کنید.